خب امروز قراره که این 5 اپراتور توی بدوارز به من چالش بدن و من برم انجام بدم تا ببینم چند مرد علاجم. خب رسیدیم به چالش اول، یعنی چالش شاموس و دوبل اومده بودیم، 2 نفره بودیم. آقا وای حاجی من تکم، من نمیتونم آقا راست و چپ برم. آها میبری. حالی کردید. اوه چالش سختی نسبت به انتخاب کرد. بزن من پورم. خب بپر بالا. یلو مرده، یلو هست شده. عجب. آیسا اینا رو بگم. او چورتوس شاموس چلنجش هم ساسون نیست. وای بعد اینا ماشالله. بابا واقعا اینو حساب نکنی، یه انگشتم دیگه. او رد دو تاس بدش. 2 نفرن، یعنی تکی میتونم بزنمشون. فکر نکنم. سجاد سجاد علی بای وای هاش باید دارم فایت برم. اینجا وای دو به تک نه وای خداحافظ. اوکی این که دوال شروع کرده بودیم من تک بودم، ولی یکیتون رو زدم. بخور باید برم الان روش سری. عجب بایی کیف کردم. بلاک بده. نیازم یکیشونو کش. برو پایین. با فایروال یارو رو کشم. اوکی این ویکتوری. اول شدم. خیلی جالبه. 2 تا تیم 2 نفره. اوکی سید باختیم. لوپ 1 2 3 4. من نمیتونم بریج بکشم، پد تو میکشی. تو برای من میکشی، فهمیدی؟ اینطوری بهت بگی. منم پشت تو میام چون که نمیشه بریج کشید. 3 تا گل نشد، بس 4 تایی کش بشه. 4 تا شد. حاجی یا علی اونا چقدر سریع اومدن. قرار بود بدون بریج گاز منم پشتم. برو سید برو عجب. یا برو بمیر. ایزی اینو کشم. ماشاءالله برو. آقا من بدون بریج دارم میرم. بریج یارو رو دارم خراب. همینو میرم بالا. وای چه بمیرم. آخ مردم بعد بدم. بعد رو به عقب برم سری برم. 100% خوشم اسمان میشه. وا اول پس میخورتمون الان. وای بزنش. یه HP ماشاءالله. باختیم یه سید باختیم. 100% هم باختیم. من سنگی کنم وسایلو. اومد دیگه. برو بمیر. بابا 2 نفره که ریختن سرم دیگه. اوکی اومدیم با چالش کینگ دراگون چی گفته؟ دلقک
نوب بازی در بیاریم. خب نوب اکثرا چیکار میکنن؟ سب میکنن. پس بزنین نوب بازی در بیارم. نوب چیکار میکنن؟ من یه نوب دیده بودم قبل بازی. میومد اینجا 24 تا بعد از این 24 تا از این آیران بخواد 24. آها نو با این کار پس ما فشار نباید بکنم. فشار باید اونو بکنم. نه بیا من نوبم ولی چقدر خوشگله. عجب. خب چون نوبیم میام یه کار میکنیم. شمشیر آیرانی میخریم بعدش با فایربال بازی میکنیم. من اکثر نوبا رو دیدم میتونیم. حالا بذار بریجم بکشیم دیگه. بریج بکشیم اصلا جهنم و زره. من نوبم. بیا منو بزن. من نوبه سایدم. گفت تو فایت ها منظورش این بود که تو فایت ها من بازی در میاد فکر کنم. من نوبم اول باختم حاجی TNTشو پردم گرد قشنگ تو TNT باید بزنه از قصد. با چالش لیتوکس چالشش اینطوریه که ما باید بدون چیز باشیم، یعنی هم نباید بریج وسایل بر جنگیدن نباید داشته باشیم، آرمورمون رو نمیتونیم از چرم تقویت کنیم و دو تا چیز دیگه هم گفته بود. بریج باید با پشم باشه و همین دیگه. آپگرید نمیتونیم بکنیم آرمورمون. اوکی این 4 تا رو گفته. اما رسما برای زدن بدم فقط از TNT و مش میتونیم استفاده کنیم. خوش منم تو کی؟ خوبه استیو MCB. خب ما افایت نمیدیم رسما اینو باید بذاریم همه کنار. همه دیگه هم سریعه الان ما کار میتونم. اوکی انا چیزی که میتونم بکنم یه گادپه بخرم. گادپه سید گفتش بریج فقط بکش یا نه؟ گفت بکشی ماشین. 4 نفریم. اونو باید برای بدم و منم میرم برای بدشون. نگران نباش. اوکی بیاردیم ببینیم چقدر دیار کنه. یا امام غلط کردم. برو عجیب بدو ما 2 نفریم اونا 1 نفر. بدو بزن اونو بزن. عمل کمک کنم. وای حاجی بوم. آقا اومدیم با میسم. سایرکس گفته که بدون پشم بازی کنیم. این دفعه 3 تا تیمیم. نه تیمای 3 نفره ایم و من تکم دوباره. این دیگه وین نمیشه ناموسا. 3 تا تیمیم که 3 نفریم ولی من تکم. بیچارم. گفته بدون پشم بازی کنیم. ایو من بدون پشم چطوری بازی کنیم؟ من نمیدونم. خب چوب بهترینی. ای باش اصلا پر رو پشم. خب چوب الان بهترینی دست از نظر فیزیولوژیکی. آره بهترین چوب. 16 تا چوب مرسی. نه به قبلیشو گفته بود نباید از چیز دیگه ای برای چیز استفاده کنی. نه به میسم که گفتش. خدا ماشالله سلیت قبل. خب 34 تا ما میتونه با 24 تا اینو بگیریم.
12 دقیقه نمیشه. چه بهترین ایده چیزه؟ تراکوتا. آره دیگه تراکوتا بهش میگن. تراکوتا چقدر جالبه میگه. تراکوتا اوکی. واسه لازم دارم بذار 12 تا برای بد بذارم. امیدوارم یه بد بتونم بزنم پیشرفت جانبی میشه خودش. گلد بد. سید نظریه همینه مستقیم. گم شو. خودش نمیدونسته خودش میمیره. قوی بودی سید. خدای میت. بابا خوبه میگم نیایدو. سید میگم نیا. سید میزنم تا سید افتادی. همه رو دارم فاول میکنم. یاد خودم هم گفتم الان میفتم. اون فهمیدم. یه چیزی گفتم راستم. اینو بده. اوه اینم بده. بزن بشه. این میگن ترفند ناعدالتی. ناعادلانه. ناعادلانه. چی میگفتم؟ ناعادلانه. آره. یو علی وای 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 بدشون لخته آجی بدشون رو بزنم. وای بدشون لخته ای کاش یه قرمز یس کرمام ریختم بعد هم نیست. یارو چه انداخته خیلی خوب انداختم. از حق نگذاریم چیه بود که سبرم این قرمز الان بزنم یا اول پس. چقدر لشگری شده میای سمت من. این ناعدالتی. گم شو بمیر. آبی کارو در بیارتی آبی جان. بعد جور دارم تلاش میکنم. مرسی آبی. اوکی من فقط بد دارم. سیف فایربال بزن. برو گم شو. یس برو گم شو. اوه یه نفر کشتم. ایزی تک به 6 زدم 7 کیل داشتم. ماشالله به من. ایزی وین. نوکرم خودم 2 تا بدم زدم رسما. ایزی نه 2 تا بده خودم نزدم ولی خیلی پرویانه بردم با استراتژیکا. خب بچه‌ها مرسی که این ویدیو رو دیدید. لایک کامنت دنبال فراموش نشه. زنگولم بزنید من کلی انرژی میده. تا ویدیوی دیگه خداحافظ شما.